ببین قلب داداش، گوش کن یه دقیقه این کلیپ رو رد نکن. فدات بشم، میدونم ایران خیلی زندگی رو واسه همتون سخت کرده، میدونم که راه پیشرفتی واسه همون نذاشته، ولی ناموسن اول صبح من نمیتونم صبحونه بخورم. تو قبل مدرسه میای سیگار میکشی، گل میکشی. ببین اینا هم همینو میخوان ها، اینا هم همینو میخوان که ما معتاد بشیم، نتونیم اعتراض کنیم. بابا دمت گرم، بیا بدنتو بساز، ول کن گل سیگار. اونی که گل سیگار میده دست تو بدی تو میخواد. من تو هفته تیرم، منطقه 6 و 7 دیگه تو پارک ایران شهر تمرین میکنم. هر کدومتون نزدیک منید بیاید صبح با خودم تمرین. شما نمیخواید مثل من تمرین کنید، آقا نفری نیم ساعت تمرین کنید. ببین روز تو کلا میسازی. وقتی که اول صبح نیم ساعت تمرین میکنی شاد میشی، زندگیت خیلی خوب میشه. اصلا ببین کلا فرق میکنی. بعد یک ماه یه جسته خوب میزنی، یه اعتماد به نفس فوق عالی پیدا میکنی. ببین من اهل کلیپ نصیحتی و انگیزشی و اینا نیستم، اینو دلی برات گذاشتم چون اینا هم همینو میخوان که شما معتاد باشی. ولی تو بیا ورزش کن که اگه روزی خواستیم کاری کنیم به خودت اعتماد داشته باشی. اون گلی که تو داری میکشی اعتماد تو از بین میبره، اون ترس میاره واسط. ول کن اینا رو، بکش بیرون، بیا سمت ورزش، با بدن خودت عشق کن. قربونت بشم، بکش بیرون بیا سمت ورزش. دوستتون دارم.